سلام دوستان عزیز، من در هر دی کانالم پارتاخته ایستادم، در او کانالم پارتم در ایشم. روزی 16 پرواز حج عمره 4-5 نفر دیگه در کار دوستان. با نگی که دیر کرده بعضیاش میروند، این رقم موندگی زنگ زنید دوستان. روزی 16 پرواز $1900 به خورد و خوراک، $1650 به خورد و خوراک. رستنش چقدره؟ چی؟ ای حرام. اتوبوس 10-15 دقیقه میبرم. یعنی که دوستان از سببی که رمضان کمتر قیمت گسنیسای پیش و هم خاطر دوستان گسنیسا رو کمتر دورتر گرفتیم، اما اتوبوس رو به پل میبرن میارن. رقم رو زنگ بزنی به خورد و خوراک $1900، به خورد و خوراک $1650. حج عمره 13 روزه. اگر 17 با 18 شوه 15 روزه میشه 13 روز. اگر روزی 17-18 پرواز شوه سمالیات 15 روز میشه. اگر که 16 پرواز شوه 13 روز شد بی بونگ همو 13 روز شد بگیره ممکن زیادتر بیسته. زنگ بزنید همین رقم از نوع ما صحبت کنید. خواهش میکنم ویدیو را پهن کنید. شاید شخصی باشن که در همین دهه اخیر ماه رمضان نیتی رفتن دارن. عید در همو خانه خدا ان شاء الله میگذرونه. السلام علیکم و رحمت الله. چیست برای حج عمره؟